سلام، من سمیرام و به پادکست خوش اومدین. اینجا جاییه که در مورد رشد فردی، بهتر شدن و یه نسخه قوی تر از خودمون حرف میزنیم. همینطور که میدونین تا عید 1405 زمان زیادی نمونده، اما برای رشد فردی زمان زیاد مهم نیست. مسیر و جهته که خیلی مهمه. میخوام 5 تا کاری رو بهت بگم که اگه تا عید 1405 اونا رو انجام بدی، به یک نسخه خیلی خوب از خودت تبدیل میشی. مورد اول، حذف یک عادت بده. آدما اغلب دنبال اضافه کردن یه برنامه جدید به زندگیشون هستن، اما زندگی‌ها بیشتر از اضافه کردن نیاز به این داره که ازش کم کنیم. همینطور که میدونید در طول روز ما زمان زیادی رو صرف کارایی میکنیم که کاملا بیفایده هستن و مدام در حال فکر کردن هستیم به چیزایی که اصلا قرار نیست اتفاق بیفتن و ما مدام نگرانشون هستیم. و حالا کارایی که میگم رو انجام بده تا عید 1405 به خودت قول بده که اونا رو کنترل کنی. مثلا استفاده کردن بیش از حد از گوشی، اکسپلورگردی بی هدف، بی خوابی و اینکه خوابتون تنظیم نباشه، تنبلی یا اهمال کاری یا اون کاری رو که میدونی دیگه نباید انجامش بدی و مدام داری انجامش میدی. تغییر واقعی با حذف کردن موانع شروع میشه، نه با اضافه کردن یک کار جدید. حالا همزمان با اینکه یک عادت بد رو حذف میکنیم، میخوام یک عادت خوب هم اضافه کنیم، یا عادت خیلی کوچیک میخوایم اضافه کنیم به روتینمون، مثل پیاده روی کردن حتی اگه شده 10 دقیقه، یا اینکه نوشتن و ژورنال کردن اتفاقات روزمون یا اون چیزی که تو ذهنمون داره میگذره، کتاب خوندن حتی اگه شده 1 صفحه. یه کار کوچیک رو شروع کنی واسه اون چیزی که هدفته، اون چیزی که دوست داری بهش برسی. قدرت این کارهای کوچیک تا 3-4 ماه آینده شگفت انگیزه. سومین مورد، نظم شخصی و ساختن یک روتین ساده است. نظم یعنی اینکه آزادی داشته باشی و بتونی اون کارا رو که میخوای انجام بدی، نه اینکه خودتو شکنجه بدی و به خودت سخت بگیری که حتما باید این برنامه‌ای که نوشتم رو حتما انجام بدم. نیاز نیست برنامه‌ریزی پیچیده‌ای داشته باشی، فقط کافیه که تو طول روز این 3 تا مورد رو رعایت کنی. خواب ثابت داشته باشی، زمان خوابت رو تنظیم کنی، یک کار مهم رو در طول روز انجام بدی یا یک کار برای سلامتیت انجام بدی. میتونه مثل ورزش کردن باشه، روتین پوستی باشه، تغذیه مناسب باشه. همین 3 تا کار اگه دائمی باشه میتونه زندگیتو متحول کنه. 4مین مورد، دوری از آدم‌ها و محتواهای سمیه. همونطور که میدونین پاکسازی ذهنی خیلی مهمتر از پاکسازی جسمیه. باید ببینید چه آدم‌ها و چه محتواهایی انرژی روزتون میگیرن. من یه پیشنهاد دارم بهتون، بلاگرایی که معمولا روزمرگی هستن و از صبح تا شب از غذا خوردن و بیرون رفتن و رستوران رفتن و از کارهای تو خونه‌شون که واقعا خیلی مسخره است، بعضیاشون که از غذا پختن خودشون و یا بچه‌شون و اینا میذارن و شما اون احساس کمبود رو میکنین تو خودتون یا احساس میکنین که خیلی عقب افتادین و اینا تقریبا هیچ هنری ندارن. اگه این کارا رو ازشون بگیرین هیچ چیز مفیدی رو به شما نمیدن، یعنی در واقع یعنی شما هیچ چیز مفیدی رو ازشون یاد نمیگیرین. بهتره که اصلا اینا رو دنبال نکنین و بیشتر صفحاتی رو دنبال کنین که براتون مفیده، یه چیزی رو بهتون اضافه میکنه و خب انرژیتون رو بیشتر میکنه و بهتون انگیزه میده که شما هم دنبال هدفاتون برین. حتی آدمایی که اطرافتون هستن و انرژی و انگیزه شما رو میگیرن ازشون فاصله بگیرین. اینطوری باعث میشه که شما آرامش داشته باشین، قدرت تمرکز داشته باشین و اینکه اعتماد به نفستون هم بیشتر میشه. و 5مین مورد، تعیین کنین که یک هدف واقعی رو تا عید انجام بدین و بهش برسین. یک هدف کافیه، نیاز نیست 5 تا 10 تا هدف داشته باشین و بخواین اونا رو دنبال کنین. اگه یک هدف داشته باشین انرژیش جمع میشه، متمرکز میشه و واقعا نتیجهشو میبینین، مثل ورزش کردن، مثل وزن کم کردن، مثل اینکه یه مهارت جدید رو میخواین یاد بگیرین. این موردها خیلی کوچیکن اما وقتی براشون هدف بذارین و فقط اونو انجام بدین قطعا نتیجهشو میبینین. اگه این 5 تا قدم رو تا عید 1405 انجامشون بدی، نه تنها تغییر میکنی بلکه اون تغییر رو هم میبینین. تغییر بزرگ با انجام دادن کارهای کوچیک و مداوم انجام دادنشونه که ساخته میشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. مرسی که حمایت میکنین. اگه این ویدیو براتون مفید بوده با بقیه هم به اشتراک بذارین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.